الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر موحد سوال نمودند که ما ایمانهای خود را چگونه قوی گردانیم؟ ایمانهایمان را چگونه می توانیم مستحکم گردانیم؟ بارک الله فیکم. اصل و اساس ایمان توحید است. کفر بالطاغوت و ایمان به الله است و همین اصل ایمان کلمه شهادتین، کلمه التوحید، کلمه الاخلاص، کلمه التقوى، عروة الوثقى، لا اله الا الله است. هر کسی می خواهد که ایمانش حقیقی باشد، یقین داشته باشد، یقین یعنی مستحکم، یقین صادق در ایمانش باشد و منافق نباشد، شک و شبهه نداشته باشد، اخلاص داشته باشد و مشرک نباشد، دین را کاملا قبول کرده باشد و بعضیش را رد نکرده باشد، پابرجا باشد و پایبند به عمل باشد، پس باید اولین کاری که میکند معنای همین جمله را که لا اله الا الله هست فهمد که این چی معنا دارد. معنایش همین است که کفر ورزیدن به طاغوت و ایمان به الله است. ایمان تو همان وقت به وجود می آید و همان وقت مستحکم می شود و اول ایمان تو آخر ایمان تو همان وقت حفظ می شود که در بالای همین کلمه فکر کنی، اندیشه بکنی، علم بیاموزی و خواسته های همین کلمه رو به جا بیاوری. اولین خواسته و قسم اول این کلمه کفر بالطاغوت است. کفر بالطاغوت، سبحان الله، کفر ورزیدن به الههای باطل، به دینهای باطل. کفر ورزیدن یعنی انکار کردن، بد دیدن، اعتقاد کردن که این باطل است، تکفیر کردن، در حالت قدرت نابود کردن و بدی اونها را بیان کردن و انکارشان کردن. همه الههای باطل، همه دینهای باطل را باید انکار بکنی. باید در این عمل شجاع باشی و بدانی که این خواست الله است و خالق تو و رب تو این را طلب کرده است. و بعد از این کفر ورزی به انداد. انداد یعنی همون چیزهایی که تو را از دین باز می‌دارد و تو را ضعیف می‌کند، به مانند تجارت و به مانند خانه و مال و زن و فرزند. یعنی اینها هم حد حدود خود را داشته باشد. به خاطر این چیزها نباید دینت را ترک بکنی. بعضی‌ها دین خود را به دنیایشون عوض کردند، به خاطر فرزند و پدر و مادر و خانه و جا دین را ترک کردند. نباید تو این چنین باشی و این چنین باید ارباب را این کار بکنی. یعنی به سر خود یگان انسانی را رب قرار ندی، نگویی که این حاکم است، چیزی گفت تمام سر خم کردم. جناب تمام سر شما همیشه خم است، همیشه اطاعت میکنید. مسلمان به هیچ کسی سر خم نمیکنه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. به ظالم ها، به کافر ها، به مشرک ها، به مرتد ها، به طاغوت ها سرخم نکنید. اگر سرخم کردید به سبب همین آتش دوزخ شما را میگیرد و به شما هیچ کسی کمک کرده نمیتواند و بجز الله یگان دوست شما ندارید. پس اختیار کنید دوست خود را الله و غیر الله را انکار بکنید. شجاع باشید، در عقیده خود خالص باشید، یقین داشته باشید و بعد از این ایمان به الله بیاورید. اولا ایمان به وجود الله. آیا ایمان دارید که در حقیقت الله وجود دارد؟ بسیاری ها حالا در بین کمونیستی و ملحدی در بین اسلام هستند. اعوذ بالله. باید یقین داشته باشید که الله وجود دارد، خالق ارض و سماوات، رب العزة والجلال. بدونید که این الله بزرگ است، علمش کامل است و شامل است. الله شما را به خاطر عبادت آفرید و وظیفه شما در اینجا یگانه الله را عبادت کردن است. الله خالق این زمین و آسمان هاست و صاحب این زمین و آسمان هاست و صاحب جنت و دوزخ است. عاقبت امر رفتن به سوی همین الله است و حساب کتاب کننده الله است. جنت درآورنده و دوزخ درآورنده الله است. صاحب همه این ملک ها الله است و همه نیکی و بدی در دست الله است. سبحان الله. اگر همچنین ایمان آوردید
تمام است. ایمان شما در حقیقت زیاد می شود. این را میگن توحید. پس اولین قدم آموختن کلمه لا اله الا الله است. وقتی که کلمه لا اله الا الله را نآموختی، نفهمیدین، بعد از این ذکر کردید، نماز خوندید، ایمان شما زیاد نمی شود. از همین جهت یک سوال را به صوفی می دهید و یک سوال را به مدخلی می دهید و یک سوال را به حزبی می دهید و یک سوال را به طالب علم اهل سنت می دهید، جوابش را می بینید که مختلف است. ایمان را چی مستحکم می کند و چی قوی می کند؟ ما میگیم آموزش لا اله الا الله و عمل کردن به لا اله الا الله و رکنهایش و شرطهایش و طلباتش را به جا آوردن و مقتضای طلباتش را. این ایمان را به وجود می آورد و مستحکم می کند و سبب می شود که ایمان شما نابود نشود. شکننده های لا اله الا الله را فهمیدن و ترک کردن و به جا آوردن. این سوال را به مدخلی ها می دهید. مدخلی ها می گوید که اطاعت ولی الامر کردن و اهل سنت را خوارج گفتن انمین ایمان تو را قوی می کند. مسلمان فروشی ایمان تو را قوی می کند. به حزبی می دهید. حزبی می گوید که حرکت کردن در راه آزادی، مرگ در راه آزادی. آزادی چیست؟ دموکراتی. ایمان تو را مبارز باش، مبارزه ایمان تو رو پیش میبرد. لیکن مبارزه تو چی است؟ مبارزه تو با کفر و شرک است، مبارزه تو با شیطان است، با منهج شیطانی است، یا مبارزه تو با قانون الله و رسول است. میگن موقتا مبارزه ما با قانون الله و رسول است، لیکن ما در آخر میخوایم که قانون الله و رسول را زنده بگیریم. چگونه میشود؟ موقتا پدر و مادرم را لطکوب میکنم، لیکن بعد از 2 سال بعد حرمت میکنم. گفتن همین درست است؟ انا این جواب حزبی ها برای مستحکم کردن ایمان است. جواب صوفی ها، به صوفی میگه که ایمان مرا چی زنده میکند؟ میگه میروی به قبر فلان اولیا، در سرش یک گوسفند را ذبح میکنی و از او طلبی کمک میکنی و بعضش میگه ذکر میکنی. ذکر چی؟ هو 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 میگویی. اما یگان گفته اونها ایمان شما را زیاد نمیکند، بلکه هم از نظر حزبی، هم از نظر مدخلی، هم از نظر قبوری انسان گمراه میشود. بر حافظ سوال کردی که ایمان را چی زنده میکند، چی زیاد میکند؟ میگه دشنام دادن صحابگان، لعنت کردن مادرمون، لعنت کردن زن رسول الله، لعنت کردن صحابگان، کافر شماریدن آنها و دشنام دادن همه اهل سنت. انمین ایمان تو را زنده میکند. اینها کفار و مشرکین از قبوریین، رافضه و صوفی و دموکراتی اونا هستند و این طاغوت های مداخل. انا ببینید اینها چگونه جواب میدن. اما جواب ما این است که توحید ایمان تو را زنده میکند. روز به روز بیاموز، علم آموز، دینت را بفهم و عمل بکن و پاک باش. بعد از این پاک باش، بعد از این از همه کارهای بد دست بکش و بعد از این همیشه ذکر بکن، تلاوت بکن. اول توحید است. توحید نداشته باشی دیگر هیچ چیز فایدت ندارد.